دوستی پارس و مینگ باشد برای همه گرامی. یک دانشجوی تاریخ دانشگاه چین حین تحقیق درباره یک ظرف سفالی قدیمی با حروف فارسی نوشته شده روی ظرف مواجه می شود. کنجکاوی او باعث می شود ظرف سفالی را لمس کند و این اتفاق او را به سفری در زمان می برد. ما تو دوره امپراتور یونگلی یا جیدی از دودمان مینگیم. سفری تاریخی که هنر مشترک سفالگری بین ایران و چین را در بستر داستانی عاشقانه به نمایش می گذارد. زیبایی لعاب عنوان سریالی نمایشی است که به تازگی در بخش فارسی رادیو تلویزیون مرکزی چین تولید شده. آنطور که تهیه کننده این سریال میگوید هدف از تولید آن نمایش مشترکات فرهنگی دو تمدن کهن ایران و چین در طول تاریخ است. همه می‌دانند ظروف چینی سفید و آبی در طول تاریخ در چین تولید می‌شده، اما شاید کمتر کسی بداند که لعاب رنگ آبی این نوع ظروف از ایران و از طریق جاده ابریشم آبی به چین آورده می‌شده. ایده اصلی سریال در این باره است و ما می‌خواستیم مخاطب را با تبادلات فرهنگی و دوستی سنتی دو تمدن باستانی چین و ایران آشنا کنیم. این سریال حاصل تلاش 15 ماهه عوامل و بازیگرانی از ایران و چین است. بنا داریم به این همکاری‌ها برای تولید آثار مشترک در آینده ادامه دهیم. امیدواریم این همکاری‌ها باعث شود مردم ایران و چین با مشترکات فرهنگی دو کشور بیشتر آشنا شوند و دوستی دراز مدت چین و ایران محکم‌تر شود. بیرنگ چیزی در موردش نشنیدم. حالا به چه کار تو میاد آخه؟ این رنگ و یا آبی فیروزه‌ای رو به عنوان آبی پارسی و یا آبی ایرانی میشناسن. این سریال در 12 قسمت تولید شده و به تازگی بر بستر اینترنت منتشر و در سراسر جهان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. این سریال به 5 زبان چینی، فارسی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی منتشر شده و در کمتر از یک هفته بیش از 100 میلیون نفر آن را دیدند. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.